ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 47. катибаи сурхкӯтал ки аслан аз 25 сатр иборат аст, با الفبای یونانی در زمان کوشانیان معمول، ولی یکی از زبانهای شرقی ایرانی برای علم کم آشنا ثبت شده است. در کشادن رمز و تفسیر این کتیبه چندین عالمان توانای جهان ماریک، خینینگ، خرمت، گومبخ، لیفشیتز زحمت کشیده با وجود بعضی تفاوت‌های جدی متن آن را دسترسی اهل علم گرداندند. در ترجمه و تفسیر و رزمکشایی کتیبه سرخکوتل علل خصوص خدمت دو عالم بزرگ اندره ماریک و والتر خینینگ بسا کلان است. اندره ماریک که در هیئت اکسپدیسیون باستانشناسی فرانسه در افغانستان به حیث متنشناس شرکت داشت، نخستین شده متن را نشر کرد و به آن ایضاحات تاریخی نوشت. سپس پروفسور والتر خینینگ که یکی از متخصصان و داننده های توانای زبانهای ایرانی بود، از لحاظ زبانی متن را تفسیر داده آن را به زبان باختری منسوب دانست. اصطلاح زبان باختری گرچندی در علم همچون مرادف زبان اوستایی ذکر شده باشد هم از سبب نبودن دلیل‌های کافی طرفداران زیاد نداشت و محض کتیبه سرخکوتل از روی حجم و گنجایش و مکملی متن نخستین بازیافتی بود که فرض و تخمین عالمان را از خصوص موجودیت زبان باختری تصدیق نموده به پهلوهای نوی دولتداری و رسم و آیین عهد کوشانیان روشنی انداخت. سخن را در باب کتیبه سرخکوتل مختصر نموده بی واسطه به متن نوشتجات رو می آوریم. یکی از ترجمه های متن کتیبه سرخکوتل که به قلم شرقشناسی ورزیده و ایرانشناسی توانا لیفشیتز منصوب می باشد به طور ذیل است. این معبد که نام دارد کنیشکه مظفر اجازی جناب پادشاه است کنیشک را. اینک بعد اتمام امارت معبد اندرون آن معبد ظرفهای آب بودند که خشکیدند و معبد بی آب ماند و از تموز خشکی آمد و خداها از خانه معبدی خود گرفته شدند، هم صورتها خداها و هم هیکلها خداها، و معبد خلوت شد تا دمی که سال 31 حکمرانی ماه نیسان به معبد واری ناقنزاق آمد که بود محبوب پادشاه، دوستی نزدیکی پادشاه، نیک فرجام، پسری خدا، نیکو غیرت، نکو کار، نکو همت و نکو خصلت نسبت به همه مخلوقات. و او معبد را دیوار کشید، چاه کند، آب برآورد، با سنگ چاه را روکش کرد تا باشندگان معبد به آب محتاج نشوند، یا معبد به آبی تازه محتاج نشود، و تا که در عین خشکی که از تموز است خداها از خانه های خود دور نروند و معبد
خلوت نشود. در بالای چاه آبکشی ساخت و حوض درست کرد. به شرافت این چاه، به شرافت این آبکش، معبد شاداب شد. و این چاه و این در اینجا کلمه هست که تخمیناً به معنای تیریزه برج می آید. عملی هرگمان پسری کوزگشک استیلهنسیگ و ناهنزاق است، واریانی فرمان برداری پادشاه. و نوشت این را یاومان با مهریمان، برزمهر پوهری امیخرامان. ناگفته نماند که بعد انتشار مقاله پرمحتوای خینینگ با نام نوشتجاتی باختری که سال 1967 به طب رسیده است، در علم باخترشناسی زبان کتیبه سرخکوتل را همچون زبان باختری اعتراف نمودند. به قول اکادمیک باباجان غفوروف، زبان این نوشتجات زبانی است بین زبان پشتو و زبانهای پامیری، منجانی و یدغو از یک طرف و زبانهای سغدی و خوارزمی و پارتی از طرف دیگر. محض به طفیل ذکاوت و فضیلت ایران شناسی شهیر خینینگ مقرر شده است که زبان این نوشتجات زبانی باختری می باشد و تا وقتهای آخر زبانی مطلقا نامعلومی بود. نوشتنی روی تنگه ها، گمه ها و سفالات کوشانیان به سبب نهایت مختصر بودن خود امکان نمی دادند که زبان آن معین شود. زبان باختری از روی ساخت گراماتیکی خود نسبت به دیگر زبانهای شرقی ایرانی از زبان اصلی قدیمی خیلی پیش رفته بود. به عقیده زبان شناسان در کتیبه سرخکوتل و اینچنین در کتیبه های هندی دوره کوشانیان بعضی اصطلاحات نخستین شیوه سکایی زبان کوشانی محفوظ ماندند. از افتکار کوشانیان در کشوری باختر با باختریان آمیخته شده اند و باختریان به اندازه آنها را اسیمیلیاسیون کرده اند و به هر حال کوشانیان در نطق خطی خود راستی گپ برابر دیگر کلمه های اقتباسی زبان های ایرانی و هندی کلمه های زبان باختری را هم کار می فرمودند. در نوشتجاتی روی تنگه های کوشانی محض همین خط و محض همین زبان باختری به نظر می رسد. باید قید کرد که شاید سلاله کوشانیان در کارگزاری رسمی، اداره کنی کشور و آیین دولتداری در ابتدا از خط و زبان یونانی که در عهد دولت یونانی اساسی باختر رایج بود استفاده نمودند. ولی بعدتر در زمان کنیشک کبیر خط یونانی نگاه داشته شد ولی زبان یونانی را با باختری عوض نمودند. نخستین کوشش‌هایی در اساس الفبای یونانی ثبت نمودن کلمه کوشان و دیگر نام و عنوان‌های اشرافان باختری در تنگه‌های گیرای که گنجینه این تنگه‌ها در مرکز ناحیه وخش یافت شده است وامی خورد. به عقیده دویداویچ عموماً خط روی تنگه باید این خیل خوانده شود: حاکمی گیرای، کوشانی سنب. ولی کلی عالمان کوشانشناس بران اندیشند که از زمان پادشاهی کنیشک سر کرده زبان باختری زبان رسمی دولتی و الفبای تکمیل یافته یونانی
خطی رسمی کوشانیان به شمار می رفت. اکادمیک باباجان غفوروف نیز به این عقیده کاملا هم فکر بوده نوشته است که برای انشا هیچ نباشد از دوره های کنیشک حروفات یونانی استفاده می شد. به 24 حروفات یونانی باز یک حرف علاوه کرده شد، ولی در عمل شماره کمتری حرف ها استعمال می گردید. علامت های حروفات کوشانی یا خود انیخترش باختری اکثرا قرردار و چارکنجه و کلوله می باشند. بعدتر نمودی نیم کرسیو پیدا شد. همین طریق کتیبه سرخ کوتل نخستین آثار مکمل خطی زبان باختری بود که دسترس شدن آن در علم کوشانشناسی یک انقلاب نوی وارد نموده، زبان رسمی کوشانیان بودن زبان باختری را اساسناک ساخت و زبان باختری در قطار زبانهای دیگری شرقی ایرانی، سغدی، پارتی، خوارزمی و غیره در علم زبانشناسی مقامی سزاوار پیدا نمود. کتیبه دیگری که در جاده کوشانشناسی واقعاً صحیفه های تازه را وارد نموده، ارزش علمیش از کتیبه سرخ کوتل هم افزونتر است، کتیبه رباطک می باشد. کتیبه رباطک سال 1993 در رباطک نام موضع کافر قلعه مضافات بغلان افغانستان در سری راه پول خمری که در فاصله 30 کیلومتر دورتر از سرخ کوتل در خرابه های شهر قدیمه پادشاهان کوشانی واقع است، از جانب ساکنان محلی یافت شده است. از خرابه های رباطک در قطار سفالپاره ها، خشت ها و هیکلچه های سنگین باز سنگ سفته دارای نوشتجات به دست آمد که این بازیافت ها را به قرارگاه گوبرناتور والی آوردند. آوازه پیدا شدن کتیبه نو در بین باستانشناسان و مورخان هنگامه کلان خیزانده توجه عالمان خارجی را به خود کشید. کتیبه رباطک را در قرارگاه گوبرناتور تیم پارتر نام مخلص آثار عتیقه عکس برداری نموده، نسخه های صورت کتیبه را به موزه بریتانیا فرستاد. کتیبه رباطک از 23 سطر عبارت بوده، هر سطر زیاده از 50 حرف دارد که آن به زبان باختری در اساس الفبای یونانی نوشته شده است. باری نخست این کتیبه از جانب ایرانشناس برجسته انگلیس سیمز ویلیامز خوانده شد. بعد خواندن متن نوشتجات روی تخت سنگ رباطک به آن سکه‌شناس و مورخ ورزیده کریپ تفسیر تاریخی نوشته، سال 1995 خودی متن و تفسیر آن را در مطبوعات نشر نمود. کتیبه رباطک در جبهه علم کوشانشناسی یک کشفیات بزرگی به شمار رفته، به بسیار مسئله های بحث طلب تاریخ دولت و دولتداری کوشانیان روشنی انداخته، به چندین بحث و مناظره ها خاتمه می گذارد. یکی از مسئله های بغایت مهمی که تا پیدایش کتیبه رباطک در میان عالمان باعث بحث و مناظره ها قرار گرفته بود، مسئله زبان دولتی و رسم الخط عهد کوشانیان بود. چنان که در بالا ذکر گردید، بعد ترجمه و تفسیر و رزم کشایی کتیبه سرخ کوتل آید به زبان باختری منصوب بودن این نوشتجات از جانب پروفسور والتر خینینگ دلیل های جدی پیشنهاد کرده شد و محض کتیبه رباطک با برهان قاطع تصدیق نمود که کوشانیان زبان باختری را با نام زبان آریایی همچون زبان دولتی پذیرفته
در کارگزاری رسمی و رسالتی دولتداری جاری نمودند. سخن را مختصر کرده بیواسطه به کتیبه رباطک رو می آریم که در آن امری کنیشکای کبیر با چنین سطرها ابتدا یافته است: نجات بخشی بزرگ، کنیشکای کوشانی، پارسا، عدالت پناه، حکمرانی مطلق، ارزنده تعظیم و سجده از ننه مادر خدا و همه خدایان تخت شاهی را قبول کرد، زیرا این خواهشی آنها بود. وی فرمان می دهد اول به زبان یونانی و بعد به زبان آریایی. از این فرمان برمی آید که کنیشکای کبیر امر و فرمایشات رسمی را که قبلا به زبان یونانی صادر می گردید با زبان آریایی باختری براه مانده، مقام و مرتبه زبان باشندگان محلی را پشتیبانی می نماید. بعد این فرمان تمامی حجتهای دولتی در قلمرو کوشان زمین به زبان آریایی باختری نوشته می شوند. موافقی گفته تفسیرگری کتیبه رباطک سیمس ویلیامز در ابتدای عصرهای میلاد زبان باختری را یکی از زبانهای مهم دنیای قدیم حسابیدن ممکن بود. آن همچون زبان دولتی کوشانیان به همه باشندگان این امپریای بزرگ از جمله حدود امروزه افغانستان، هندوستان شمالی، آسیای میانه فهما بود. بعدی برهم خوردن امپریای کوشانیان زبان باختری کمش باز 600 سال دیگر زبان حکمران یعنی زبان دولتی هیتاریان بود و تا اصطلاح عرب زبان عمومی تاجیکان حسابیده می شد. این زبان در دوره اصطلاح عرب با نام دری یعنی زبان رسمی ادبی معروف شده با نام تاجیکی فارسی در زمان سامانیان در تمام تاجیک زمین پهن گردید. از کتیبه رباطک معلوم می گردد که شاهنشاه کوشانیان کنیشکای کبیر زبان آریایی را در قلمرو کوشانیان زبان دولتی اعلان می کند که اساس آن را زبان باختری تشکیل می داد. به قول یعقوبوف کنیشکای کبیر زبان باختری را درست زبان آریایی نامیده است، زیرا همه زبانهای ولایتی های آریانشین، پارس، باختر، خوارزم، سوخت و غیره شاخه های زبان آریایی به حساب می رفتند. ناگفته نماند که قبل از کنیشکای کبیر یکی از بنیادگذاران امپریای جهانی هخامنشیان دارای یک در کتیبه بیستون با زبان آریایی کتابت شدن نوشتجات بیستون را نیز ذکر نموده است که این از موجودیت زبان عمومی و به همدیگر نزدیک قوم‌های آریایی تبار از باختر کشیده تا پارس شهادت می دهد. بیایید به پارچه زیرین کتیبه بیستون توجه نماییم. داراشاه گوید به خواهش اهورامزدا این نوشتجاتی است که من کردم. غیر از آن که به آریایی بود در لوح و چرم نیز نوشته شد. غیر از این مجسمه ام را ساختم، نسب نامه ام را ساختم. این در پیش من نوشته و خوانده شد. پس از آن من این نوشتجات را به همه کشورها فرستادم. مردم آن را دستگیری نمودند. چنان که دیدیم این نوشتجات 2500 سال از این مقدم با زبان آریایی یا خود فارسی قدیم که سرامت زبان کنونی تاجیکی و فارسی است در شرح بیستون
با سپارشی دارای یک کتابت شده چون یادگاری تاریخی و خطی خیلی با اعتماد تا روزگاری ما رسیده است. باید یادآور شد که ترجمه متن کتیبه بیستون هنگامی حفریات‌های باستانشناسی از الیفانتینی کنارهای نیل دسترس شده است که گواهی پهن شدن نسخه های این نوشتجات به دیگر کشورهای تابعی هخامنشیان می باشد. گذشته از این یک دلیل خیلی عجیبی تاریخی را که از عمومیت و قرابت زبانهای پارسی، باختری و سغدی در عهد لشکرکشی های اسکندر مقدونی شهادت می دهد ذکر نمودن جایز است. موافق معلومات مورخ یونانی اریان، هنگامی لشکرکشی های اسکندر مقدونی به باختر و سغد به او چوپانی لیکیگی فرنوخ به صفت ترجمان خدمت می کند که زبانهای ساکنان محلی را خوب می دانست. دیگر مورخان یونانی کورتسی، دیادور، پلوتارخ از چوپانی لیکیگی به اسیری پارس ها افتاده یادآور می شوند که زبان یونانی و پارسی را خوب می دانست و اسکندر را به پرسپال راهبردی نموده است. از اخبار مورخان یونانی چنین برمی آید که چوپانی لیکیگی که زبان پارسی را می دانست باری به سرزمین سغد نآمده زبان ساکنان محلی را می فهمید. پس در آن دوره ها میان زبانهای پارسی، باختری و سغدی که به شاخه های زبان آریایی منسوبند یک قرابت و عمومیت وجود داشته است. به اندیشه زبانشناسی ورزیده Хромов. Большое значение имеет краткая заметка древнегреческого историка и географа Страбона, первый век до нашей эры, первый век нашей эры, о том, что население Бактрии и Согда было почти однозначным – глотос и парамикрон. Это позволяет сделать предположение, что в древности сагдийский и бактрийский языки соотносились друг к другу как два близких диалекта. Это подтверждает также топономические данные. Основная территория распространения сагдийского языка в древности и древнем средневековье – долины Заравшана, Кашкадарьи, Устурашана, часть Ферганы и Чача современного Ташкента. В первые века нашей эры сагдийский язык распространился далеко на восток от Согда в Семиречье и в оазисы китайского восточного Туркестана, где сагдийцы основали ряд торговых колоний на трассе Великого Шелкового пути. این عقیده را عالم زبردست ایرانشناس ریچارد فرای نیز دستگیری نموده چنین میگوید: Сагдийцы были близко родственны бактрийцам, что проявлялось в обычаях и культуре, а также языке. Историк Страбон сообщает, что у большинства восточных иранцев языки почти одинаковы, и это сообщение находит подтверждение в Шисцы, исторических записках, составленных в правлении династии Хань в первом веке до нашей эры. در اثری دیگرش میراث آسیای مرکزی، محقق مذکور زبان یویجی‌های مقیم چین را زبان تخاری قلمداد نموده است که منسوب زبانهای هند و اروپایی است. به اندیشه ریچارد فرای، یویجی‌ها همچون گویندگان دو لهجه زبان تخاری کنتوم معین شده‌اند که نوشته های اولادان آنها به این زبان در کوچه و واحه های دیگری تریم یافت شدند. به هر صورت حالا به طور عموم چنین پذیرفته شده است که تخاریان یک قبیله از اتحاد قبیله یویجی ها بودند که ایمپریای کوشان را بنا نهادند
و نام خود را از تخارستان عصر میانگی، همان باختری باستان و بدخشانی کنونی گرفتند. همین طریق کوشانیان که اصلاً قوم‌های کوچمنچی آریایی بودند و در پهناهای ترکستان شرقی و هفترود در همسایه کشورهای سغد و فرغانه یعنی نیاگان تاجیکان بود و باش داشتند، می توان تخمین زد که زبان و شیوه گفتاری تخاری آنها به زبانهای آریایی منسوب بوده به زبان سغدی قرابت داشته است و سبب اصلی زبان آریایی را همچون زبان دولتی پذیرفتن کوشانیان شاید در همین باشد، زیرا بعد دولت ابرقدرت هخامنشیان محض کوشانیان توانستند خلقیت‌های پراکنده آریایی تبار آسیای میانه، یک قسم ترکستان شرقی، هندوستان شمالی، پاکستان، افغانستان و ایران شرقی را در حدود یک دولت متمرکز متحد سازند که قلمروش از بحر ارال تا اقیانوس هند طول می کشید. از بس که در عهد دولتداری کنیشک کبیر امپریای کوشانیان مرکزیتی تمام یافته از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استقلالیتی کامل را صاحب شده بود، در کارگزاری دولتی و اداره کنی مملکت ضرورت دست کشیدن از زبان یونانی پیش آمد و طبیعی است که برای خلقیت‌های سیرشمار آریایی تبار قلمروی کوشانیان زبان آریایی زبان عمومی و مشترک حساب می شد. از این رو می توان گفت که کوشانیان زبان آریایی را چون رمز مقدسات عمومی آریایی و عمومی دولتی آریایی تباران اعتراف نموده برای مرکزیت یابی و متحد شوی امپریای خیش قدم استواری گذاشتند. باختر که مرکزی اساسی دولتداری و بلخ پایتخت دولتی کوشانیان به شمار می رفت، شاید شیوه باختری زبان آریایی به صفت زبان ادبی و دولتی بیشتر نفوذ یافته برای گسترش دولتداری و تمدن آریایی مساعدت نمود. در عین حال کوشانیان الفبای یونانی را که به کلی کاتبان و اشخاص باسواد آشنا بود از لحاظ تلفظ و نوشت کمی تکمیل داده به صفت رسم الخط دولتی نگاه داشتند و کتیبه رباطک بعد کتیبه سرخ کوتل دویمین کتیبه نسبتاً مفصلی است که با زبان آریایی باختری و رسم الخط تکمیل یافته یونانی تا زمان ما رسیده از زبان دولتی و شاید زبان مادری کوشانیان بودن زبان آریایی شهادت می دهد. مسئله دیگری که کتیبه رباطک به آن روشنی می اندازد اعتقاد دینی و رسم و آیین پرستش خدایان در عهد کوشانیان می باشد. تا دسترس شدن کتیبه رباطک چنان که در بالا دیدیم، اکثر مورخان و کوشانشناسان امپریای نوخیز کوشانیان را بنیادگذاری کیش تازه بودایی در آسیای میانه شمرده فرضیه پیش می گذاشتند که دینی سابقه آریایی تباران در عهد آنها رو به زوال آورده است. شنونده های گرامی، شما گفتار 47 را
از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمپور، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.